بده دیگه بده. کاش تو. چیکار خود رفیقو بله گیلک با کجایه؟ دنبال ما بودک بالا شد کدکم ندیدم ما فقط 2 ساعت دیگه که خودشون بریم به مرز پاکستان میرسیم. 2 ساعت دیگه بریم؟ 2 ساعت دیگه که بریم به مرز پاکستان بیلا پایت قلو قلوش از ما که پا مولا شد کنه کوشا با دست آخه گرفتم دیگه نمیشه رقم آقا اون موضوع کجا شدی رفیق ما؟ اونجا دم گپ زدن که خالی تعریف میکنه میگه میتونم پیاده روی نداره بو مردیم که ما پیاده روی کرده چه کار کنیم؟ بستی هم میتونه آنه رفیق دیگه ما بیام بیا مدی برو جو چه دیر بیا برو بیا بده دست خور دست خور بده این مشکل داره مریض هم بود با خدا بیچاره بیا کامرا بیا بالا بیا 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 میدی گلک جو بیا به میجی بشی بیا میدی بیا به میجی بشی بشین اینجا بجا دم خلاص کنی آخه تو با من گفته که 4 ساعته عادی شب تالیه میای الان 2 ساعت دیگه بمونده گلک جون 2 ساعت دیگه که خیلی بریم خودشون به مرز پاکستان میرسیم. مادر جو با مردا واخه الله بیشتر چوب بابا نکسه که با کجای با بیلا با میکشی میگه 2 ساعت دیگه هم بگاره بری تو 2 ساعت دیگه بخیر از این گردنه که پیشی آخه علیشا مجردنی دیومی دیگه بخیر خوشی از این کو گنده تر دیگه کوی هم هست ای با این ورسه کو آخه لالا قچاق بر آخه دمال شما به افغانستان به شهر ما گفتین که 4 ساعت راه حدی شب 8 بجه تال ایران میره مال ما اینا ماشوم شه آخه میگو تو که برات پول میری بعد همین زحمت ترم بکشی تو از من بیتری فقط اینجا بالش که سرخومایی بگذاره بخواه شکرکت کنی با مردم آخه من نمیتونم پاچک نزنی من چی کار دارم زن که تمنار میگیری تستت که خوب خوش نمیای امرتکه خیلی داری خوینه شکرکت میکنی ماله خوینه شکرکت میکنی بله سعی که آخه با کدو تا برای خود چقدر همیته بله شیگه گدمی دیگه تر میشه از این رد میشه وقت زایی نکنی وقت زای نکنی یالا سب کن جلو شو بیا میته هم نیه که بخوریم بموریم بیا ما تشنگی به کل رد بله بیا میته ممرازه بیا ای مادر به چی به بلای خدا افتادی بیا نفتی گلک جو بیا تنزه 2 ساعت دیگه راه بیا برو گلک جو بیا دیگه بیا بده بیا دیگه زنی مای خدا ناترس بده تست بیا میته بیا همیته بیا بده بگیر گلک که بالا شده نمیتونه بیا بگیر
بمردم مادر جان بیا مادر جان بیا گیلک مامین را بیستو چاک با تو بس که سنگ هم کن وزی باف کن بیا یا میای بیچاره مریضا میای نمیام مادر مادر جان من به کجا رای کردی بیا یک بده بمردم بیا که تو پاسکارو میگیره بیا یا بیا بیا پیش شو تیز بیا بیا دکه آخه من نمیتونم آخه مرگ که نمیتونم بیایم بگو شما 4 نفر شرم نداره که هر دم با شما خود پرود کنی یک دم بگه ما خدم بیاییم یک دم خود قایم کنیم شما شرم ندارن حیا نداریم این سه لشکه و نگاه خورد راست کشیده آخی مریض لالا با مرکی که مریضه ما به مریضی چی کار دارو نمیامد خواه غریبی دم که تمنار میگیریم که خوب خوش شما میایه مجبوری با افغانستان بیاین کار کنی برار گناه ما چیه تو با ما گفتی 4 ساعت پیاده روی داره تو یک شون درست ما رو بیاوردی هنوز هم میگی 2 ساعت دیگه بمونده خب نمیتونه رفیق ما مسکین دیگه این ملکا پیر منه خب ابرو دم خبر نده که 30 سال میشه همین قسم کار ما وظیفه همینه خب دم اول هم میتونه مرتکب بگیم که ما در راه خب بگو رفیق مال رفتن نمیتونه بر چیکار کنی با بلا جون میکنم خاله گپ اوف نزن که به خدا شما را سنقلب میکنه مسخره کردین خوب رفیقا همینجا فقط برای 1 ساعت همین جمع خراس میکنه همین کوسیار که میبینی اون همین کو 1 ساعت و 20 دقیقه و اونجا بلوچ و شما تعلیم میکنه بلوچ خب ما رفیق خورشته ببرین که مریضه خب میره رفیق شما آی بیچاره مریض آخه نه وقت بشیک گردنم من باشه ماما قشاق برگوهد نیه مریاله دیمانو بخوره خوب نمیامدی حالا که بیامد گناه داره خیلی آی بیچاره مریض آخه ما وطن ما بفهمی مریض آخه عجب مردم شما چه کاره دیگه برمون کشیده نمیدونم میگو دمه که تمنا رو میبینی خوب خوش وقت میشی نیه ما بد کردم که مملکت به اینجا روز 3 ساعت با تو کارگیری مسئله کار نمیکنی میگه میرم به ایران میرم ایران نمیته کارام داره همچه رنجام داره رارتینم در عدوی نمیرشته کن گیلک چه کاره؟ بگی خور سلام علیکم مرا جان اشتنه برو چهل در قوس الدین خوب هستی؟ جان جوره خیریه شکر میگم 1 ساعت و 20 دقیقه دیگه راه هست به خیر خوشم میام پشت کو باشین که اینا رو میارم 4 نفر میارم به شما تحویل میدم قربونت برم من داخل غار هستم کوی سیاه چند نفر؟ قربونت برم 4 نفر بیار به من تسلیم بده من میبرم من فقط من پشت همه کوی که پاش و پیشونیه با پشت همه کوی به خیر خوشی من به خیر خوشی میرسم به شما اونا رو میارم 4 نفر به شما تسلیم میدم که دیگه با من دیگه اینجا خداحافظی میکنم دیگه من کار ندارم برای اینا دیگه تو میدونی کار تو دیگه اینا سر کنی 30 سالم که با واسه پیر مادر رو از اینا با خندر نگیره من اینجا هستم الان اینجا هستم بیا زودتر بیا من منتظرم خداحافظتون این کارم که شد الان 4 نفر میاد اونها را انتقال میدم گیلک رفیقا دم خراس کنیم دیگه سراخو بگذاریم پهلو خیام بشین گلک جو وقت عدل سر خود داره دیاره میته
دمیری خور میندازونی؟ نه میتونه خوبه. رفیق ما ناجور لالا. سر خود زن. نمیتونه. آخه جان. سر خود زن. سر خود زن. برای که دیگه نیم ساعتی یال. که دیگه جو با دمی که حرکت کردن دیگه جو استراحت نیه. واخذ مچو واخذ حركات واخي قسمان لندي واخي حركات يلا واخذ ديشو ده واخذ صندوق این مارکت ما گفته واش. ساکو میتونه رفیق ما رو رفته. بگی دست بگی. برای ما یه سان برای. Bien de que. Bien برو دیگه بده سالم خدا دادن بده بیا برو بیا بده بیادش لازم داریم بیا اون دیستا تعریف میکنم به اینجا گاشته ظلم و سرما. نزن که رفیق ما ناجوره ما. بده دیگه بده فرود کنی حرکت یلا حرکت وخی حرکت کن یلا بده وخی بیاین دیگه بیاین تست بیاین دیگه تست بیاین همینجا فرود کن دیگه فرود کن بیا بشی بده بیا بشی لازم. بیا اینجا بیا بشی فرود کن يلا حركات واخذ بيه میگه من نه بده بیا بچه‌ها بیا بخیر بده یلا برسید بابا. انا بخیر خوشی به بسیار خوش آمدید. بفرمایید آقا. اینجا بفرمایید. شما بفرمایید. همین دیگه ایرانه نگه ماما بابا ایران کجاست؟ تو خیلی میبینی این خیلی میبینی. این آقا شما رو به من تسلیم میده، من شما رو میرسونم توی ایران. شما هیچ کاری به کار نداری. ما شما رو صحیح و سلامت بخیر میرسونم توی اون کشور. اونجا به خود کار کنید، اینجا کاربار زیاد است. توی کشور شما کار زیاد نیست. ما سرمرزیا از شما افغانیا بسیار راضی هستیم، چون کسب و کار ما با شما وابستگی دارد. بسیار خوش آمدید. زنده باشی. مراد جان. بله. انی 4 نفرم. یکی اون لالا یک کمان که سینی تنگی دار متوجه باشه کمان که
این 30 سالم که تو پولا تو رم نمیدم اینو تسلیم به کسی نکنی پولا خود بستینی بعد اینو تسلیم کنی میفهم بچه ها این خاک ایرانه خوب فکر خوب بگیریم مدا رفقا شما 4 نفر با بزرگواری خود مرا ببخشیم اگه با شما گپ زدم شما گپ سخن دیگه زدم مرا ببخشیم این بلوچه شما را به دست تسلیم میکنم تو پولا خورم نرزونه شما ریاله نمیده شما فقط من خوابگاه میخوابونه اختیار خود داره مرسر کنه مشکل نداره میدیم منطقه رفیق ما مریضم اگر از به زبر سکل موتر چیزی ببر من شما رو سر میکنم شما حسابتون رو بریزین من شما رو سر میکنم چیزی دیگه نمونده تو خاک ایران از این جیگاه که تیرش میبره ایرانه دیگه آره تو شما بگم مدام من ببخشین خیر باشه غم نداره اگر شما چپات زدن یا گپ سخن گنده زدم من بودم به بزرگی گلک جان تو خل زدم واسه که خل تنبل بدی مدام خواهش میکنم باغ من دعا بکن خیر من ببخشم خیر برای خداحافظ دیگه رفیقا خوش اومدید خداحافظتون منتظر تماستون هستم خب الان یه استراحتی بکنین من شما رو انتقال میدم یه چند دقیقه بخوابید دیگه خوشیم بله بخوابید من هفته